سلام دوستان عزیز، خدا نگهبانتون باشه. برادران مهربان، دامش условия حجامه یعنی که کدیمه که شرایط نداری، دکومنت نداری، امکانیت نداری، انشالله میتونی برای رقم 93 93 زنگ بزنید. یعنی هم حجامه میرین در خونهاتون میکنیم، فقط مردها را در نظر دارم. هم حجامه میکنیم انشالله بعد کار، یعنی ساعت 7 بیگاه او طرف هم با انشالله قاریا قاتیمو هستن. دعا میخوام که خدا اگر شفاتون میتیه جین خونی چی میگن جین عجینه و خیلی بالا و بتر بشوشی به خواست خدا انشالله شفاگوی قاتیمو هستن. به همین رقم زنگ بزنید. کدمیت که به دکومنت دوری. فقط خواهش میکنم که اگر امکانیت باشه ای 5 6 نفر اون طرف که برای یک کسی پس مثلا امکانیت نداریم ما خچک جمعه خودش دل ازوره یک کس میرن میگم رفلی میشه. اگر که 5 6 روز باشه انشالله، اگر که یک نفر هم باشه خودی با 5 6 نفر هم انشالله میریم. خوب دوستان، یعنی حقیقت همین خدا نیست نه اینم که اجازه میگیره. خدا نگهدار. السلام علیکم دوستان عزیز. اینم بورا میکنه قاری موسی میده میده است خان خدت چیه کو الان بیرا برای سیو کردن موسی ولدن که ولی اوت بیرسگی نیست میشه که تعریف نکنی. دی اگرون کلی سو تمام برای قد بالان کردن قد ای چند ساله بلند میکنه؟ بوز راست نیمه نشینی قد بلند میشه. صابون از روغنی مو صابونی روغنی ای فهم برای واسپالینی واسپالینی بله. این چیه سبوی گیره که پاکتک دلش ای برای پرستاتا عربی دلش هایی شما همه اوتیجو برای ریش اوتک اوتک اوتیجو برای ریش روز کردم ادامه ریش دورا شامپین تویچا ابیومه کرامون رید گینسینگ برای نبور بس بعد همین چیزا بسیار بچه‌ها پرسیده گردن. چرا پرسیدن؟ شام برای هم کراسکا هم شامپون آرش یک جویا. سرش خیر میکنه؟ برای موی سرش شو کردم. چند تا گرفتی؟ چند تا گرفتی؟ انا میکشم بسیار برای دارم شیوه چیه؟ گینسینگ کیاپی برای چی؟ برای ویس گرفتن خوب. ای خوب یا سمیوان یا کره جنسی؟ ایرا بسیار تعریف میکنم. من بخرم حال بشم. صبحونو ای روان شطور برای نریزاندن موی سر برای موی سر گلاکی کردم. اگه بعد نرخ نماش و زنگ میزنه با میفهمن؟ انشاءالله. این اکسیدی 15% توی اکسپریمنت قطعی همی ماز برای دو رو برای توزه کردن. این صابون نیست؟ اینه ایدگریش؟ اینه ایدگریش؟ این صابونه؟ اسم قلنگ رفتیم درش. صابونه سیادونه. روخی لولی ماسلینی. او بچه. تری سراغ میکنه. خیلی تلویزیون چه مردکی؟ خیلی چه مردکی ها. خیلی نداشتیم همه آوردی با. چیشا داشتیم؟ عدل نه؟ امپلیوس بسیار بردارم خیلی این چیز تاد میکنه رنگ رمضانو یا از زمین توسمون انگاریشون کار میکنه. ایش برای چی؟ ایش برای چی؟ هر روز کادو مکنون پلوس درست کار میکنه که سرشون درد میکنه ایشون این استفاده میبودن. آره این به حد خوبه. این قیمت های چند سمای و چند سمایش چند سم؟ این 1200 روبله. 1000 سما میتیش؟ نه. های؟ ایش 2500 روبله. 2500. یا اون خیلی کراس میکنن. یعنی ایوه پایشا میزنه توک. های سمیوه. سنایپر هم باشه که بعضی بازی برش کم درده.
خلاصه هم خیلی چیزو میاکسیل هم نشون دادیم خدا خوش خیلی هم خیلی چیزو خدا برای کوزه برادران بار اومد میتونید زنگ بزنید انشالله با سری بلند حجامه و خدمت رسانی و سطح اعلی انشالله در مترو لوبلینو اولیسا کراسنودارسک 66 کورپوس چند؟ دو این رمضان برادریم انشالله باردو بودیش که بهترین صفت خوب برای قد سلام دوستان عزیز خداوند نگهبان تو باشه برادر چی داری؟ محمد جان حاجی محمد جان در همین کارخانه حجامه بابا جان 88 در متروی لوبلینو در پیش کافی برکت این همجا بیه خیلی بود نسخنش بید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و مغفرت بچه های عزیز دوستان گرامی حالا قرار داریم در مکان اکای بابا جان 88 چنان که میبینید شگانه الله مدتی 1 سال 2 سال اخیر والله علم فقط به طریق اینترنت تماشا میکردم و دعا میکردم که خداوند یک روز منم نصیب کرد به همین مکان به همین بوچکشینی و همین حجامکنی خیلی ساعت زموش خداوند توری آورد این امروز قسمت نصیب دست اومدیم به همه شما تکلیف میکنیم پیشنهاد میکنیم مرحمت بیاین شیرانه الله شرط شرایطش خوبه بهترین نه گفته هم گپوی اخبارو که با استاندارد جهانی جوابگو است. تلاوت جهانی این ایجا شنیشون تی پیش تایپ این ایجا نشون. ایجا هم دخونیش کن. این ایجا شبیه هو مرده کبی. بچه‌ها یا شبیه. شیخ احمد جون هست. شیخ احمد جون. چی بکنم؟ قصاب تری دعواده. 24 ساعت تلفنش خاموش نیست. تیش نمی‌کنم. به همه شما تیماس میکنم که بچه‌ها ببین نرخ‌های دسترس نرخ‌های خوبه به نظر برگرد جوش نه فیتاباش که مدروی دوش میکنی ای دوش میبروی مساج حجامه همین خدمت رسانی 2000 بچه‌ها یوش بیوی 2 سال چه حجامه 2000 من زیاد نکردم فونا گیتی همون گفتگیش کم فرق شه مثلا گفت دا پوبلیک نمیشه تو نمیفهمی اگر سیستم آجی خیلی من تسیونکاش میرم آجی تسیونکاش میرم بخاطر لینتا منی خدش منی بیو السلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله سلام دوستان عزیز خداوند نگهبانتون باشه امروز 3 اوگوست یعنی پرواز آجیو قرار داریم در ایروپورت آمدید انشاءالله باز میریم تماشا کنیم تا آخر گسل میکنیم حاجیو را به خانه خود دیگری ما روزی نهم است جا کم است با نگی خبر نکرده انشاءالله باز حاجیو را حالی تماشا کنیم و چخیر انشاءالله گسلشون میکنیم به خانه خداوند حفظ کنه التماس بعد خط تماشا کنیم تا آخر السلام علیکم پدران مادران عزیز حاجیو محترم الحمدلله که امروز هر یک کدوم شما را بخت برات خواندین سفر به خانه خدا انشاءالله میکنه خوش آمده به شرکت ما به زمزم عمره رفتی در اونجا در جای مقدس در حضرت ما دعاگو باشه خواهش میکنم به دقت گوش کنی هر یک چیزی که ما میگیم آیا کنه انشاءالله فایده میکنه شاید اینجا شخصایی هستن که یک بار 2 بار اونجا رفته بودن انشاءالله با میرون خداوند رفته 8 نفر قبول کنه در حق ما هم دعا کنه خواهش میکنم من حاضر سر میکنم از مادرها انشاءالله میفهمونم بعد پدرها مادران مهربان از همینجا که ساخت سلامت انشاءالله رفته خواهش میکنم از هر یک از شما که احتیاط باشه یکم درجه دکومنتیه خوب دکومنتاتونه وقتی که در خونه خدا رسیده خواهش میکنم کاغذها را پاسپورت را در این سونکوهاتو بمونه در اون سونکوهاتو بمونه گم نکنید در اونجا رفته فقط همون ویزاتو که در دستتون دادگیم صورتشو میگیره همه نشان میده همون ویزا قطعی میره پاسپورتاتو در یگون در کار نمیشن التماس گمشون نکنه که وقتی گم کرده از حساب جای بختون میوی از حساب جای بختون میبیوی یعنی که شما را من میکنه چند روزه اونجا بعد شما با دوباره بلیط میخری میوی همش عکس ختون میشوه یاردم تو میکنن اما احتیاط باشه پاسپورت را خوب وقتی که همینجا رفته خواهش میکنم سرجم بره یک کس پیشتر زور سلامتی الحمدلله سوده دیگرو را نفرته یا جای بیه یا جای بره همین اونجا راه بلد انشاءالله اینجا برادر جوشید برادر مایدان این خیلی وجوده این ای حاجی میگیره انشاءالله همین بچه را گوش کنه انشاءالله خودتون همینجا میگیره میبره تا جیده را ایده قبولتون میکنن باز ایده شما یگیپت کایر میفروه
در کنین 2 ساعت میفره اونجا وانهای خوبان دوشه هر یک آدم توران میکنه نیت میکنه از مردها رو میفهمونم نیت میکنه پرواز میکنه بعد به طرفی مکه ان شاء الله مکه که در جده فرماده میگیرن با مکه را میبرن بعدا خواهش میکنه پدران عزیز وقتی در کایر فرماده حاجی میفهمونه تو ان شاء الله هر یک قدم دوش میکنه دوش یعنی که احرام بندیه ترس و همه تا ان شاء الله میفهمونم خوش روات احرام را میبنده خواهش میکنم سوق سلامت کی رسیده طواف تیار کرده یعنی که اونجا بود در جنه میفهمونه تو موی سر گرفته یعنی بعد شما اجازت هست که از درون احرام بروی هر یک قدمت فقط مردها التماس در احراماتون را در دستتون بگیرید احراما را در دست بگیرید که در کایر میپوشه این سونکایی که باگاژ میتی باگاژ رو ای خودی چی میگیره جده ای مکه میگیرش این سونکای باگاژ رو دیگه نمیبینید شما در این سمالوت هم فروه در این جده نمیتونید فقط هم رشتونی در دستتون میره هر یک قدمت خواهش میکنم چی تو بگیره مادرها چیزی که ضروری داره مثلا قایچی یا که خیلی داشته باشه خواهش میکنم در چطور بزنیشو در باگاژتون در روشنی نگیره خوب دوستان از ان شاء الله ما مجلس ما گذروندیم جورا ان شاء الله اینم خیلی یعنی که سفروار میکنیم با پایون پولنستی ان شاء الله از میگذریم تماجنیا یعنی که پولنس همه ان شاء الله بچ میکنیم همشه با خونه خود روان میکنیم ان شاء الله ان شاء الله اینا گذاشتیم همه ویزا شو همه چی میگن گذاشتیم پولنستی ان شاء الله تماجن کنترل مایده ان شاء الله سفر میکنیم با خونه خدا حاجی ها الحمدلله همش فرما و سونکا و قاعدوی اینا از هر کدوم که شرایط داری امکانات داری میتونید ان شاء الله زنگ بزنید با واسطه شرکت ما مایده پرواز کنید خداوند حفظ کنه السلام علیکم با درش تماشا کنید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادرای عزیز سلام مهربان همتون نگهدار باشد برادر جان خوش آمدین با شرکت زمزم عمره برادرای که ما را تماشا دارین از همتون خواهش میکنم بلیطا کمتر گشت مونده اگر برادرای عزیز بلیطا را بگیرین ان شاء الله روز یکم تا پنجم پرواز داریم برادرهایی که امکانات دارین شرایط دارین فقط میتونن که برای رقم روی یک زنگ زنین ان شاء الله برادر مهاجی هستن در خدمت شما هستن السلام علیکم